باور نمی کنی اگه بگم چه اتفاقات وحشتناکی تو چند ماه آینده در انتظارمونه. پیشبینی مرموز و ترسناک کارتون سیمپسون ها از آینده جهان و ایران. مرموزترین و پرحاشیه ترین کارتون تاریخ که بیش از 89% از پیشبینی‌هاش بعد از چند سال به طرز باور نکردنی به واقعیت تبدیل میشه و به آینده ایران هم توی این کارتون بسیار اشاره شده. البته برخی معتقدن که کارتون سیمپسون ها پیشبینی نمی‌کنه، بلکه با طنز دارک اتفاقاتی که قرار اتفاق بیفته رو بهمون میگه. تو این ویدیوی هیجان انگیز میپردازیم به پیشبینی کارتون سیمپسون ها تو سال 2024 و در نهایت پیشبینی هاش در مورد آینده ایران و 10 پیشبینی دارک و ترسناک و تئوری هایی باور نکردنی از کارتون سیمپسون ها که آیا واقعا سازندگانش فرا انسان هستن؟ پس تا آخر این ویدیو جایی نرو. کارتون سیمپسون ها از سال 1989 تا الان تماشاگران خودش رو به وجد آورده و هر بار با تبدیل شدن پیشبینی هاش به واقعیت همه رو بهت زده کرده، چرا که این کارتون چیزی فراتر از یک برنامه سرگرم کننده است و به نظر برخی یه دریچه‌ای هست به آینده، چرا که تو این کارتون چندین بار اتفاقاتی با ذکر تاریخ دقیق پیش بینی شده که دقیقاً سر همون تاریخ اون اتفاق به حقیقت تبدیل شده. مثل رئیس جمهور شدن ترامپ تا اختراع ساعت‌های هوشمند تا تصویری از وقوع جنگ جهانی سوم که این روزها استارتش خورده شده و 10 پیشبینی دلهره‌آور دیگه. اما قبل از اینکه به پیشبینی‌ها بپردازیم یه نکته جالب، اینکه هر بار که با سازندگان سیمپسون ها مصاحبه میشه اونا به جای جواب قانع کننده در مورد پیشبینی این کارتون فقط میخندن. جالب نیست؟ و حتی برخی معتقدن سازندگان سیمپسون ها با کسایی که دارن دنیا رو کنترل میکنن در ارتباطن یا اینکه خودشون از اونا هستن. و اما سوالی که پیش میاد اینه که اگه با کنترل کنندگان دنیا در ارتباطن چرا برنامه‌های اونها رو قبل از وقوع لو میدن؟ کارتون سیمپسون ها پیشبینی های زیادی داشتن که بعد از 10 الی 15 سال به واقعیت تبدیل شدن، مثل وجود هولوگرام ها تو کارتون سیمپسون ها قبل از اینکه تو دنیای واقعی حتی فکر همچین تکنولوژی رو هم داشته باشن. اما الان میبینیم که هولوگرام ها چقدر واقعی میتونن شبیه سازی کنن. شاید وحشتناکترین پیشبینی درباره وقوع جنگ جهانی سوم تو سال 2024 باشه، هرچند که برخی اشاره میکنن که جنگ جهانی سوم شروع شده و تو مراحل اولیه‌اش هست. و این پیشبینی تو کارتون سیمپسون ها به این صورتی که هومر میاد و خانواده رو میترسونه و هی میگه جنگ شده تا اینکه جنگ اصلی اتفاق میفته. اما پیشبینی های مرموز و به دور از انتظار برای سال 2024 که باید دید واقعا اتفاق میفته یا نه. مرگ جورج کلونی تو سال 2024، پیشبینی رئیس جمهوری دونالد ترامپ تو سال 2024، فروپاشی اقتصادی جهان که یکی از شومترین پیشبینی های اونهاست، آغاز جنگ جهانی سوم، تصاحب جهان توسط هوش مصنوعی، وجود سیاهچاله ها در اطراف زمین، کنترل ذهن انسان ها، تصاحب مریخ، شبیه سازی انسان ها که از بارزترین پیشبینی ها برای سال 2024. اما چطور ممکنه که یک کارتون مو به مو چیزهایی که قراره تو آینده اتفاق بیفته رو پیش بینی میکنه؟ تئوری اول اینه که سازندگان کارتون سیمپسون ها خودشون فراماسون هستن و چون از داخل کنترل کننده های دنیا خبر دارن توی کارتون های سیمپسون ها بخشایی از آینده رو قرار میدن. تئوری دوم میگه که کارتون سیمپسون ها توسط فراماسون ها کنترل میشه و اینها آینده رو پیش بینی نمی کنن بلکه دارن آینده رو میسازن.
تئوری سوم میگه کسایی که نویسنده این کارتون هستن بی نهایت افراد باسوادیان و توی همه شاخه های علم برجسته ترین خودشونن و یه تیم خیلی بزرگ از اینجور افراد تشکیل شده و اینها سعی میکنن که آینده رو با اعداد و ارقام پیش بینی کنن. تئوری بعدی میگه افراد مشهوری مثل دونالد ترامپ از کارتون سیمپسون ها به نفع خودشون استفاده میکنن تا یک ترفند حرفه‌ای بزنن و ذهنها رو به سمت خودشون بکشن و هر چیزی که توی کارتون سیمپسون ها اتفاق افتاده رو اجرا میکنن، مثل صحنه‌ای که ترامپ داره از پله برقی پایین میاد و یک بنر از دست طرفداراش میفته. اما جنجالی ترین پیشگویی های سیمپسون ها تو سال 2024 در مورد ایران. اولین پیشگویی که نشون میده هومر و دوستش به سلامتی آزادی گروگان های آمریکایی توی ایران نوشیدنی میخورن و در مورد آزادیشون از زندان های ایران صحبت میکنن. پیشگویی دوم جاییه که هومر و مارک سیمپسون با مهمون خودشون به شهر میرن و تالک شو معروف آمریکایی رو از تلویزیون یک کلاب دارن میبینن که تو اون شو در مورد سلاح بزرگ ایرانیان صحبت میشه که احتمالاً در مورد نفت ایرانه و اشاره به این داره که شاید ایران بتونه مثل دهه‌های گذشته تبدیل به یک ابرقدرت صادرات نفت بشه. پیشگویی سوم که یکی از مشاورین رئیس جمهور آمریکا به اون میگه که کارمندان داخلی کاخ سفید مثل ایرانیان و عراقیان در حال جنگ با هم هستن و این کارمند اشاره به جنگ‌های گذشته ایران داره و شاید این پیشگویی از جنگی بین ایران و عراق خبر میده. پیشگویی چهارم برای سال 2024 ایران در حالیه که قرار بزرگترین لاتاری آمریکا برگزار بشه و گزارشگر از مردم سوال میکنه که اگه این لاتاری رو ببرن چی کار میکنن؟ بعد گزارشگر این سوال رو از یک ایرانی میپرسه و همه ایرانیان جمع میشن و فریاد میزنن که میخوان یک BMW سفید بخرن. اما این چه ارتباطی به وضعیت فعلی ایران میتونه داشته باشه؟ شاید به این موضوع اشاره داره که تو آینده بسیار نزدیک واردات خودروهای خارجی تو ایران آزاد میشه و شاید تو سال 2024 ما شاهد به وقوع پیوستن این اتفاق باشیم. تو کارتون سیمپسون ها بیشتر با اعداد و ارقام و یک سری رمز میخوان در مورد آینده هشدار بدن. پیشگویی که شاید هیچ کسی فکرش رو هم نمیکرد تا این حد دقیق اتفاق بیفته توی این عکسه که دست هومری تابلوه و هی این ور اون ور میده و میگه که یک مسئله رو حل کرده و خیلی مضطربه و روی اون تابلو یک سری عدد نوشته شده که تاریخ دقیق سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی یعنی 19 می 2024 ساعت 3:15 هست. به نظر تو آیا نویسندگان کارتون سیمپسون ها فراماسون هستن و آینده رو میسازن؟ نظرت رو حتما تو کامنت ها بهم بگو.